صادرات قوای برق تاجیکستان. تاجیکستان در سال 2020 نقشه دارد به کشورهای همسایه ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت قوای برق صادر کند. موافق بیانیه شرکت برق تاجیکستان نیت دارد از این صادرات 120 میلیون دلار درآمد به دست دارد. در 10 ماه سال جاری 2019 تاجیکستان با ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان 12.8 میلیارد کیلووات ساعت قوای برق صادر کرده از آن 89 میلیون دلار درآمد به دست آورده است. تاجیکستان در 10 ماه این سال 17 میلیارد کیلووات ساعت قوای برق تولید کرده است. سال 2018 تاجیکستان 19.7 میلیارد کیلووات ساعت قوای برق تولید کرده 12.4 میلیارد کیلووات ساعت آن را به کشورهای همسایه صادر کرده است. درآمد تاجیکستان از صادرات قوای برق در آن سال 77 میلیون دلار بود.